با اطلاع دارنمای پیامنت قربی دلار در بازار سیاهی تاجیکستان به 950 سومانی رسیده است. طبق منبع یک تاجر که از ذکر نامش خودداری کرده است گفته است دلار ایالات متحده آمریکا را از 920 تا 950 سومانی برای هر دلار میخرند. این تاجر گفته است که او باری را که در بازار کاروان میفروشد از چین وارد میکند و برای آوردن بار مجبور است دلار خریداری کند. با گفته این تاجر نرخ دلار در بازار سیاه وابسته از شدید تفتیشات مقامات در بازار از 920 تا 950 سومانی بازی میکند. او میگوید بانک‌ها قیمت دلار را خیلی پایانتر از قرب بازار سیاه نوشتند، اما هیچ بانک حاضر نیست و مشتریان دلار فروشد. بعد بستن صرافی‌ها در تاجیکستان بازار سیاه دلار ظهور کرده است که احتیاجمندان اسعار به این بازار میروند. صبح امروز در بیرژه مسکو قیمت دلار بر روبل هم یک باره از مرز 77 روبل عبور کرد، اما یک ساعت پس در 76,868 قرار گرفت. بانک ملی تاجیکستان قرب دلار ایالات متحده آمریکا را برای امروز 7 سومانی و 29 دیرم معین کرده است.